یک شعار یک لبنان حزب الله، یک شعار یک لبنان حزب الله با اسرائیل که پرقوت‌ترین لشکر دنیا بود، ولی با جانش میبرم ایران تعریف کرده. من برای میگم که توری من نمیترسم از من خدا دارم، پیغمبر دارم، من جای ترسم الله هست. پرزورترین عزیزان من حاضر از جهت قوه‌های مسلح از تکنیکی زمانوی 33 روز هم از آسمان هم به تنکه هم به تمام قوتش حزب الله را بمباران کرد، نتوانست 1 کیلومتر پیش بیاد. شاعر بودن آنشان محبت خاندان رسول اکرم، محبت حسین، شهادت حسین اونها را اونقدر پرقوت کرده بود که در مقابل اسرائیل مشتی آهنوش در دهنش زدن. اسرائیل آخر شرمنده شد، رو به گریز آورد. یعنی من اینو برای این نمیگم که من شعرتم، برای که من اونا رو مسلمان میدونم، برادری خود میدونم، برای من از این افتخار دارم. آها با تو چی کردن اینقدر به اونها نفرت داری نادان؟ ببین هر روز مسلمان‌ها رو چطور کشتی استادی‌اند. ببین که هیچ کس حق نداره برادران اسلامی شعر کافر گوید. او حضرت امام بود دین در تلویزیون در دهن اسرائیلی ها زد، یهودی ها زد. شعرها پرسید، من شعرها را برای خود برادر میدانم، در که اونها هم اهل اسلام هستند، اونها هم پیرو قرآنند، پیرو سنتند، اونها خاندان رسول اکرم را دوست می‌دارند. مذهب اونها حضرت امام جعفر صادق است، کمبودی دارن، خطا دارن، برای خودشان است، ثواب میگیرن چی برای خودشان است. اونها فقط در پیشگاه خدا جوابشان خوش آمد کرد. بنده باشه محمد هم نامش قبول نکن بدبختو. شیعه‌ها محمد دوست میدارن، حسین هم قبول نکن، حسین اونها از تو زایدتر دوست میدارن. تو ببینید بانگست چکن من یک کس برادر بودی و ابو بکر داشتم میگن، من 6 ماه من خودم 6 ماه ایستادم بوده. ایرانی ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی این نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هرچی سنی حرومزادن. عمر لعنت الله علیه، این ابوبکر لعنت الله علیه. فاش نمیدم من دلیل کفرش را از قرآن بیان میکنم. شما که فهم ندارید، شعور ندارید، یا حرف من را نمیخواید بفهمید، دیگه اون تقصیر من نیست. من چی میگم؟ من نگفتم عمر مادرش بله اینطوری، پدرش اینطوری. فاش کجا دادم؟ فاش میدانید، فاش ها کلمات فاش در زبان فارسی مردم میدانند چی. من فاش دادم؟ من میگم در قرآن کریم آیه نازل شده بر کفر عمر. این فاشه. اینو میگم آیه نازل شده سوره حجرات آیه 1 2 3 4 5. این کفر عمر رو میرسانه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، توهین کرده. میخوام ازتون میخواستم بدونم که آیا از نظر شما در قنوت نمازهای واجب، نمازهای پنجگانه، لعنه بر ابوبکر و عمر و عثمان به صورت مستقیم، یعنی نام ببریم اللهم عن عمر، اللهم عن فلان، جایز هست یا نه؟ نه تنها جایزه اگر تقیه نباشد بهترین کار. اگر تقیه نباشد، مثلا یک وقتی میری در کعبه، در مسجد الحرام این کار را انجام میدی، اونجا کشته میشی اگر این کار را انجام میدی، و بقیه زوارم کشته میشن. این کار را اونجا انجام نده. اما یک وقت در خانه خود، در هتل، در یک جای یا در همون مسجد الحرام یواشکی تو دلت میخواد، این بهترین کاره، بهترین عبادته. لعنت به تو و هم به جانت. اینجور طرز تفکر تو خون فاطمه زهرا رو به خاطر بعضی مسائل پامال میکنی. جواب فاطمه زهرا رو بیامد چی میگه؟ معلوم چرا اینجور میکنی؟ هر چیزی حسابی داره. خیلی خوب، درسته. هرچه توی اهل سنت نزنید، تقیه بکنید. ما از زمان پیغمبر، از زمان امیرالمومنین تقیه میکردیم تا حالا میکنیم، حرفی نداریم. اما دیگه حالا تا این حد که تو دلدم دیگه لعن نکن. مگه میتونیم ما با کسانی که فاطمه رو خانه نشین کردن، بستری کردن، عقد اخوت ببندیم؟ مگه میشه؟
خدا به عظمت آنالله ما را از خواب غفلت بیدار کنه. اما یه جمله، حالا یکی میگه آقا بچه شما میگوی سنیا حرومزاده. حرومزاده با ولد الزنا دو تاست عزیز. ولد الزنا یعنی مادرش به خطا رفت. اما حرامزاده یعنی این. من طبق فقه شیعه عرض میکنم یکی از چیزایی که زن آدم به آدم حروم میشه اینه که آدم تو طواف نسایی که میره مکه 2 رکعت نماز طواف نسا را نخونه. طبق حدیث پیغمبر امیرالمومنین که من نشون دادم تو رساله. جناب عمر تو بر میشه من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادت نره؟ خدا بیامرزه با من میگه، با من میگه هر کی اسم اینا رو بشنوه و لعن نفرسته الهی نمک علی که میخوره حرومش میشه. این عمر حرومزاده او دیگه هم حرومزاده بود هم لعنت هم ولد الزنا بود که میدونید که من سندش هم دارم. چون باباش خطاب اومد با یکی از کنیزا زنا کرد، بچه دار شد، دختر بزرگ شد با همون دختر خودش، اونم در حال حیض زنا کرد با مرد وجود. من سندش رو میذارم جون. آقا دیروز نامه برای من نوشته از اول تا آخر فحش و توهین که چرا به سنی‌ها فحش میدی. جواب اون نامه اینه برو یا به شیر مادرت نگاه کن یا به لقمه‌ای که بهت دادن. برو تحقیق بکن درباره خودت ببین با چی درست شدی که اینجوری حرف میزنی. برگ سومی از زندگی عایشه رو من ورق میزنم عزیزان بیننده که خاطرتون جمع باشد. نه تنها عایشه صدیقه نیست بلکه باید از ریشه تحقیق کنید ببینید اصلا این مسلمان هست یا نیست. معنا ندارد که یقین باید کافر بشه. دشنام صحابه کفر نیست. دشنام صحابه گناهگاری دارد، گناه کبیرت. مثل که من تاجیک نماز نخوانم مسلمان گناه کبیره دارد. ای دشنام که صحابه من ندارم گناه مرتکب گناه کبیره. دشنام صحابه گناهگاری دارد، گناه کبیرت. مثل که من تاجیک نماز نخوانم مسلمان گناه کبیره دارد. ای دشنام که صحابه من ندارم گناه مرتکب گناه کبیره میشه. عزیزان نخواد همین چیزی باشد برای ما خمانی که در تشویش دهند. نباش همین چیزی باشد که ما برای ما دشمنی را بین خود ایجاد کنیم. اما به خاطر همین سلفی‌ها با آشکار میگم من نمیترسم، به خاطر شما همین سال من از جهنی وحدت تهران میرم با شما مورتان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هر آینه کسانی که آنچه را که فرود آوردیم از سخنان روشن و هدایت بعد از آنی که در کتاب آن را برای مردم بیان کردیم میپوشند، الله آن گروه را لعنت میکند و لعنت کنندگان نیز آنها را لعنت میکند. کسانی که حق الله سخنی الله را نمیرسونند، قرآن و سنت را حقیقت را بیان نمی کنند، ای علماء السوء، ای علمای بد، ای علمای طاغوت پرست، شما دانسته بگیرید که به این لعنتی که الله برای شما خوانده است لعنت الله و لعنت کنندگان برای شمایان باد که حق را برای مردم نمیرسونید، طاغوت را برای مردم نمیفهمانید، لا اله الا الله را برای مردم نمیفهمانید، توحید را برای مردم نمیفهمانید. الله سبحانه و تعالی که حق الله را به جا نمی آورید لعنت کند و لعنت کنندگان شمایان را لعنت بکند. هر کسی که جانب قبله نماز میخواند خدا یکه و یگانه را میشناسد، پیغمبری او را بر حق میداند، همه اونا برادرای ما و شماست. هر جا که یک آدم خداگو باشد اون برادری ما و شماست.
از شیعه مذهب ها در دشمنی کردن دشمنی خدا کم است، با آنها دشمنی کنیم. میلش اگرچنده که تفاوت دارن، فرقیت دارن، نسبت صحابه پیغمبر ممکن تحقیرای دارن، لیکن برای ما و شما جدا کردن امروز اهل سنت از شیعه هیچ لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما هم کارم نکنیم. همین قدر بدانیم که اونا هم برادر ما و شماست، اونا هم غمخوار اسلام هستند، اونا هم چیکار میکنن؟ در راه اسلام خدمت کرده ایستادن. اکثر امروز تجارت ما و شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است. هر کسی که رافضه را دیده و دانسته کافر نداند خودش کافر است. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموعه الفتاوا ذکر کردند و میگویند کفر هؤلاء لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. در کفر این قوم رافضه هیچ یکی از مسلمان به همدیگریش اختلاف نمی کند، بلکه میگن هیچ شک نیست که هر کسی که رافضه را کافر نشمارید او خودش کافر است مثل همونها. این دلالت میکرد که هر کسی که رافضه را دانست، شناخت، شرکیات اونها را فهمید، عقیده باطل اونها را فهمید، کفریات اونها را فهمید که صحابه را مرتد میدانند، فهمید که قرآن را تحریف شده میدانند، فهمید که ابوبکر و عمر را جیب طاغوت میگن، فهمید که عایشه رضی الله عنها زنی دوست داشته رسول الله را فاحشه میگن. اعوذ بالله من ذلک. بعد از این رافضه را کافر نگفت و حکم به مسلمان هایشان کرد، حکم به مسلمان بودن اونها کرد، یا که شک به در کفر اونها کرد، این خودش کافر است. من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم فقد کفر اجماعا. بین البته سخن شیخ الاسلام بود رحمه الله تعالی. من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم فقد كفر اجماع. از الله بترسید. الله عذاب الله سخت است. به الله به سوی الله توبه بکنید تا که روز قیامت به عذاب سخت که الله سبحانه و تعالی چغیلی که در حدیث آمده است علمای بد، علمای سو را از زبانش الله سبحانه و تعالی میگیرد و کشاله میکند و در دوزخ شما عذاب خواهید کرد. در این دنیا شما در خواری و زوری در ذلت هستید و در آخرت عذاب الله برای شما خواهد رسید. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. علمای خود را و عابدان خود را از غیر الله اله گرفتند و مسیح پسر مریم را نیز، حال آنکه به آنها امر نشده بود مگر اینکه الله یگانه را عبادت کنند، زیرا نیست معبودی بر حق غیر او، از آن چی شریک او مقرر میکنم پاک است. روز عدی ابن حاتم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. در گردنش صلیب کریست از طلا بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ای عدی، آن بوتی را که در گردن توست آن را پرتاب. من در حال آن را پرتافتم. عدی میگوید همزمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت مذکور را قرائت کردند. هنگامی که آیت را به آخر رسانیدند گفتند ما هیچگاه پیشوایان خود را نمی پرستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا شما کسانی نیستید که آنچه را که الله حلال حکم کرده است اگر پیشوایان شما حرام حکم کنند شما نیز آن را حرام می حسابید؟ یا حرام کرده الله را حلال حکم کنند شما نیز حلال می شمارید؟ گفتم آره. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند همین از پرستش شما پیشوایان خود را. معلوم است که یهود و نصارا در برابر علما و رهبانی های خود سجده نمی کردند یا برای آنها نماز و روزه
و یا دیگر عبادتها را انجام نمیدادند، لکن در اطاعت آنها که بدون قید و شرط قرار داشتند و اجرای حکمهای آنها را که خلاف حکم الله بود واجب میدانستند، زیر عتاب این آیت قرار گرفتند. و این آیت الله سبحانه و تعالی تنبیه میکند امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را و خبر میدهد که یهودی ها پیشوایان خود را و علماهای خود را اله گرفتند و این شمایان امت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشوایان خود را و دانشمندان خود را رب از غیر الله نگیرید، اله از غیر الله نگیرید، زیرا وقتی که پیشوایان شما و علماهای درباری و علماء السوء، علمای بد یک فتوایی را بدهند که در این فتوا الله یک مسئله را حرام گردانیده است، وقتی این را حلال گویند شما آنها را گوش نکنید و پیرو از آنها نشوید، زیرا وقتی که پیرو از آنها شده زیر این آیت که الله سبحانه و تعالی تنبیه داده است داخل می شوید و روز قیامت وقتی که الله سبحانه و تعالی شمایان را حساب کتاب می کند برای شمایان عذر نیست که من نمیدانم گویید. برای همین سبب الله سبحانه و تعالی منع می کند و نهی می کند که به همون علماهایی که حق را بیان می کنند پیروی همونها بشوید و به سوی الله بازگردید و از الله بترسید و علمای بد را، علماهای درباری را گوش نکنید، زیرا گوش کردن آنها سبب می شود این که شما داخل جهنم بشوید.